درود بر شما جونم عزیزم. تصویرتون رو داریم، صداتون هم داریم. شما میگید من کلا با مذاکره مخالفم شدیداً. در صورتی که اصلا مجلس این قانونی که تصویب کرده امروز، یعنی تو این مدت اصلا تصویب کرده که آمریکایی‌ها رو به برجام برگردونه. اونام اشتباه کردن. اینطوری این درسته؟ نه، من تا اونجایی که میدونم 2 ماه فرصت داده که اگه آمریکایی‌ها به تعهداتشون عمل نکنن بقیه رو میاریم بیرون. به هر حال از یه منظر صحبتتون درسته، ولی به هر حال مجلس هم تو این زمینه‌ها خب این نشان نفوذ جریان گفتمان لیبرال دیگه، که مجلس انقلابی هم بالاخره تهش برای چه اشکالی داره؟ اشکالشه که قربت برم، من تو 2000 تا برنامه گفتم، شما بگو چه اشکالی نداره تا من اشکالشو بگیرم. اصلا هسته‌ای یکی از ویژگی‌های مهمش اینه که ما باهاش میتونیم آمریکایی‌ها را بکشونیم پای میز مذاکره و ازشون امتیاز بگیریم. چه امتیازی بگیری؟ اونجا نیاز به از آمریکا لغو تحریم‌ها. اگر یک تیم دیپلماتیک قوی داشته باشیم، خب چرا به جایی که از موضع قدرت مذاکره، حالا یه پرسش دارم، چه به جای اینکه مثلا ما بریم لغو تحریممون بکنن که 4 تا جنس بنجل آمریکایی که مثلا می‌خوایم بخریم که بهمون نمیدن، الان چرا خودمون رو قوی نمی‌کنیم که تو مرزهای خودمون آیا ما این ظرفیت رو نداریم خودمون تولید کنیم، نیاز به تحریم مثلا این یه بحث تحریم نباشه؟ این یه موضوع میان مدت بلند مدته. ما باید برای کوتاه مدتمون هم یک فکر کنیم. برای کوتاه مدتمون هم ببین اصلا این نفس مذاکره، برای همین من مشکل دارم دیگه. بعد با آمریکا سر چه چیزی می‌خوایم مذاکره کنیم؟ آخه بگید سر چه چیزی؟ مثلا سر این می‌خوایم مذاکره کنیم که کشتی‌های ما تو دریای کارائیب هستن، یا پایگاه نظامی ما مثلا توی کوبا و توی ونزوئلا. نه خب ما هسته‌ای برای همین آوردیم جلو. خب آوردیم جلو، ما هسته‌ای رو آورد جلو که اگر خواستیم مذاکره کنیم سر موشک و کشتی و نظامی، مسائل نظامی مذاکره نکنیم، سر هسته‌ای مذاکره کنیم. این یک روایت ساده انگارانه ای که آقای حسن روحانی و ظریف آوردن. همین الان که من و شما صحبت می‌کنیم، همین الان خانم وندی شرمن که الان داره مذاکره چی دارم میکنه، یکی از کسانی که داره تو تیم آقای بایدن چیز میکنه، مشاوره میده، همین الان میگه که ما اصلا سر هسته همین روایت هم، یعنی اصلا اونا قبول ندارن. همین روایت هم یه صحبتایی که آقای ظریف و حسن رو، یک نگاه ساده ایه که آمریکایی‌ها بعد تازه همون موقعش هم اینا دروغ میگن. شما همین هسته‌ایش هم خود حسن روحانی صحبتش برای نوروز 95 هست که گفت ما دنبال برجام دوم و سومیم، که هم آقای خامنه‌ای همون روز تو مشهد جوابشو داد تو نوروز 95، هم بعدن آقای سلیمانی جوابشو داد که این برجام سه‌ضلعیه اینا. یعنی اصلا این طرز تفکر که ما فقط بریم سر هسته، یعنی اگه وارد این بازی میشی این مثل دومینو میمونه تا آخر بعد بریم. این اصلا میگم مثلا ما بریم الان هسته‌ای رو با آمریکایی‌ها ببندیم، آمریکایی‌ها میگن اوکی تموم شد دیگه، کاری به موشکی و منطقه‌ای ما نداره. نه میتونیم از موضع قدرت مذاکره کنیم. چه مثلا موضع نفس مذاکره‌ای که تو چیزیه که ببین من الان اینو دارم. آقای خامنه‌ای گفتن ما سر مسائل منطقه‌ای، مسائل موشکی مذاکره نمی‌کنیم. ببین تو عمل اما اجازه دادن سر مسائل هسته‌ای مذاکره کنیم، قرار هم نیست تا تهش بریم. میتونیم دوره‌ای مذاکره کنیم. نتیجه‌مون رو گرفتیم. مذاکره یعنی چی؟ مذاکره یعنی این که آمریکا یه دونه نوشابه داره، من گوش کن. آمریکا یه دونه نوشابه داره، نگاه کن. من یه دونه آب لیمو دارم، درسته؟ من میرم مذاکره کنم با آمریکا، یا آمریکا میاد با من مذاکره کنه که اینو عوضش کنه، بگه تو آب لیمو تو به من بده، من نوشابه میدم. من میخوام بدونم که ما الان تو این مذاکره آمریکا فقط میخواد بیاد میگه من نوشابه‌مو که مال خودمه، میخوام آب لیمو تو هم مال من بشه. حالا مذاکره میکنه میگم نه کل آب لیمو من نگی، نصفشو بگیر. نصف این مذاکره خیانته، چون اون اصلا نوشابه خودش رو نکرده که داره میاد سر هسته‌ای تو بحث میکنه. تو آیا سر هسته‌ای آمریکا میخوای بحث کنی؟ یعنی در این مذاکره هسته‌ای من میخوام بدونم فقط هسته‌ای ایران مطرحه یا نه بمب هسته‌ای یا مادر بمب‌ها که مال آمریکا، نه اون تازه عمل هم کرده، سر مردم ژاپن ریخته، اونم هسته‌ایشو میاره وسط، تو هم هسته‌ایتو میاری وسط. مثلا حالا حتی آمریکایی با شوروی که مذاکره کردن سر بمبای قاره پیما، گفت من بمب قاره پیما آوردم وسط، شوروی هم گفت من بمب قاره پیما آوردم وسط. ولی در این مذاکره حسن روحانی اینه که ما فقط هسته‌ایمون رو میاریم وسط، آمریکایی‌ها خودشونو دارن میارن. تازه منت سر ما میخوام بدونن اگر شما آقا قبول کردین ما قول نسیه بهتون میدیم، پولهای بلوکه شده خودتون رو بهتون پس میدیم. نفس این مذاکره خیانته. من نمیفهمم. اگر مجلس تونست آمریکایی‌ها رو یک جوری بکشونه پای مذاکره که ازشون امتیاز بگیره چی؟ باز من دارم میپرسم چه امتیازی بگیریم که آقا پولای بلوکه شده خودمون یه خودش امتیاز نیست؟ نه هیچ امتیازی نیست.
هیچ امتیازی لغو تحریم چرا وقتی ما پولمون رو میتونیم پس بگیریم؟ شما آدم یاد سریال مختار میفته، اون آخرش، البته من اینو کتاب جلد 8 تاریخ طبری کل جزئیات داستان مختار رو توضیح داده که همونجا اینا میگن ما بریم کوتاه بیایم، اینا برادر، اونا تازه برادرای مسلمونشون بودن. مختار گفت فردا همتون رو مثل گوسفند سر میبرن. این که دیگه آمریکاییات مردم خودش رحم نمیکنه، هوملسشون داره میکنه. خدا رو هزاران مرتبه شکر ما رفتیم آمریکا رو دیدیم چه خبره، فرار کردیم اومدیم اینجا سر شاخ آفریقا، حتی شاخ آفریقا که نه، جنوب مراکش. نه قربونت برم، اینایی که شما دارید میگید یک نگاه مثلا ابو موسی اشعری واره، یک نگاه ساده است، یعنی ساده ترین مدل نگاه به مسائل و مناسبات جهانه. و البته من به شما به عنوان جوان ایرانی حق میدم، وقتی که بزرگان این مملکت، یعنی کسانی که رئیس جمهورن، وزیر امور خارجه، اونقدر کودکانه صحبت میکنن، طبیعیه که این نگاه کودکانه در جامعه رشد و نمو پیدا بکنه. به هر حال آقا من کوچیکتم اومدی بالا، لطف کردی، افتخار دادی. بعد یک مسئله هم دوستان دیگرم بیارم دیگه. عزیز دوستان دیگرم میخوام بیارم با اجازت. اوکی پس قربونتون برم، زنده باشی. این لایو من سیوش کنم و من نمیدونم در مورد برجام دوستان من غیرم اینو من یه بار دیگه تکرار کنیم به این نتیجه برسیم. واقعا یک نگاه ساده ما داریم در مورد مناسبات جهان. مگه من با نفس مذاکره مشکل دارم؟ آمریکایی میگه آقا من در مورد مثلا این آبلیمو تو میخوام صحبت کنم. هر مدلی من وارد این مذاکره بشم سر اینه که آمریکا میخواد بگه آقا جان 1/3 آبلیمو تا مثلا کم کن، کلشو کم کن یا نه. حالا ما اگه یک کسی رو ببریم که مذاکره بد بکنه مثل ظریف، کل آبلیمو رو میده بهشون، یعنی کل آب سنگین عراق و اینا رو بتون میریزه، سانتریفیوژنامون رو قطع میکنه. جلیلی رو ببریم زرنگی میکنه مثلا 2/3 آبلیمو رو برای خودمون نگه می‌داره، 1/3 میده. آقا این در هر جور حساب کنی ضرر ما. چه ما مذاکره ای داریم با آمریکا؟ آیا در مورد این آبلیمو ما که آمریکا میخواد با ما مذاکره کنه، آیا آبلیمو خودش یا نوشابه خودش هم رو میکنه برای ما که ما سر اون مذاکره کنیم؟ نه. چی رو میکنه؟ میگه من یه سری چیزا تو رو تحریم کردم، یه سری پولای بلوکه شده رو تحریم کردم، پولای خودمونو. اونا هم تازه میخواد چی؟ اونا هم وعدهشو میده، قسطی میگه بهت میدم. میگه تو بیا آبلیمو تو به من بده کامل، من به تو چی بدم؟ پولات نسیه تازه بدم اگر بده، که نه ما دوران اوباما پولامونو نگرفتیم. یعنی ببینید به قایت این داستان من نفس مذاکره خیانته. حتی اگه جلیلی آقای دهقان بگن مذاکره، یک شعاری که الان بچه انقلابی‌ها دارن میدن برای که کم میارن تو گفتمان از این لیبرال ها، شعار را میدادن مذاکره با اقتدار. آقای چه اقتداری توش داره؟ اساس مذاکره که فقط سر داشته توئه، این که اقتدار نمیشه. هر جور وارد این مذاکره بشی آقا حماقت و ذلته، نفس ذلته. من واقعا نمیفهمم. آقا من حرف اشتباه میزنم، یعنی واقعا من چطور عقل من ناقص میفهمه؟ من که یه خورده سیمامم قاطی داره، 4-5 تا تختم کمه، الان بعد بلند شم برم اینجا دورم پر دیسکو اینا، دلم اینجا اشغال کنم، نشستم اینجا دارم سر کله میزنم. پس 3-4 تا تخته من کمه دیگه. پس منی که 3-4 تا تختم کمه چطور مسئله به این سادگی رو میفهمم؟ چطور اون آقای ظریف و حسن روحانی حرام لقمه اینو نمیفهمن و این گفتمان ساده انگاری رو میارن بستش میدن به جامعه؟ اینو من نمیفهمم. قربونتون برم. من این لایو رو ببندم، یه چند دقیقه استراحت کنم. ساعت چنده البته دیگه؟ جمع کنیم بین خونه زندگیمون. نه دیگه جمع میکنیم بین خونه زندگیمون. زیاد صحبت کردیم، دوباره یه شب دیگه میام بیشتر صحبت میکنیم. قربونتون برم. گفتگو خوبی بود، همینجا میبندیمش و چند تا کامنتاتون رو فقط میخونم. نه من با این عقل ناقص هم من فهمیدم اینا چرا نمیفهمم. واقعا اساسا یعنی الان آقای دهقان اومده میگه که ما مذاکره با اقتدار، عزیزم اساس این مذاکره ذلته. مگه میشه تو وارد یک زمینی بشی که ذلته بعد بگی ذلت مثلا با اقتدار؟ مثلا شاید مثل این میمونه که به یه خانومی که میخوان تجاوز کنن، خانومه 4 تا دست و پا میزنه ولی یه خانومی دیگه دست و پا نمیزنه. آقای دهقان میخواد بدون دست و پا بیاد تو این داستان میشه با اقتدار؟ من نمیفهمم. اگر آمریکایی بیاد حداقل با شوروی چیکار کرد؟ آقا من بمب چیزا، من موشک قاره پیما دارم. آقای ریگان با آقای گورباچوف اومدن سر حتی ما حداقل گورباچوف باشیم که تازه اونم گند زد. آمریکا با گورباچوف اومد موشک‌های قاره پیمای خودش هم وارد قرارداد کرد، اونجوری شد.
با ما که اصلا ببخشید هیچی وارد نکرده. شربت آب لیمون، آره، کوکتل لیمون نعنا بدون الکل. عشق شما امشب دیگه الکل نزنید. اگه الکل زده بودم الان داغ میکردم، بیشتر با هم صحبت میکردم. ببین اینم یکی از اثرات مثبت مشروبه دیگه، نمیذارید ما بخوریم. چون الان مشروب توش نیست، من خسته شدم بعد برم خونه. یکی میگه خواهشاً از این مثالا نزن. نمیتونم این مثالا رو باید بزنم چون بابا بخشید مگه میشه؟ هسته‌ای ناموس ما بوده، موشک ما ناموس ما، بعد مثلا ناموسی بزنم دیگه؟ زنده باشه. پس بنابراین اساسه یه عزیزی میگه منو بیار بالا. عزیزم آخه چرا بیارمت بالا؟ نام جعلی، یه عکس حداقل، یه عکس یه چیزی گل و گیاهی حداقل بذار روی پروفایلت. خدای من قربونتون برم. برای شما بشم من برنامه که هستم لایو اینستا رو میبندم. نمیدونم برای همینه من میگم ما شکست سنگینی خواهیم خورد و تو این داستان تنها و تنها ما باید با یک کودتای ارامی جریان آقای روحانی رو به قول اینجا فینیتوش کنیم، ببندیم و برای همیشه اینها رو به زباله‌دان تاریخ بندازیم. هیچ مذاکره‌ای من اساسا با نفس مذاکره، آخه بعضی از این عزیزان اقتدارگرای متضمن‌ها میگن ما با نفس مذاکره مشکل نداریم، با این مشکل داریم کی بره مذاکره کنه. اینم خیانته. چه مذاکره‌ای داری با آمریکا بکنی؟ اگر آمریکا اومد گفت آقا من هسته‌ایمو رو کردم تو هم بیا رو کن، میگیم اوکی آقا جان تو چند درصد از هسته‌ای تو مثلا توی آب سنگینت اصلا ببخشید آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها اصلا نیروگاه‌های هسته‌ای خودشونو به دنیا نشون ندادن، در NPT نشون ندادن. ما تا آخه میگن مثال چیز نزن، ما تا همه سوراخ‌هامون رو اومدن دوربین برامون به کار بستن. اینا چیزاییه که به غایت انسان رو ببخشید. ببین من اون شب تو اون برنامه بغضم کردم، گفتم آقا تکلیف ما رو روشن کنید. یا شماها در حقیقت رومیه یا زنگیه، یا شماها محکم وای میستید با اقتدار ایستادگی میکنید و در حقیقت همون مسیر انقلابیگری و این چیزایی که شما میگن اونو میرید جلو، یا اینکه نه میگید آقا تمومه دیگه قضیه تمومه. یا این ور باشید یا اون ور باشید، ما تکلیفمون رو بدونیم. نمیشه که ما بگیم آقا یک جریانی مثلا میخواد حالا با دیسکورس اقتدارگرایی انقلابی سردمدارانش تازه برگردن بگن مذاکره با اقتدار. پس دعواتون با این اصلاح طلبا، پس این بیچاره ظریف دروغ نمیگه. این دعوای شما ما سر لحاف ملاست. پس این ظریف دروغ نمیگه که میگه اینا مثلا میرن به آمریکایی‌ها پالس میفرستن اینا رفتن هم با ما ببندیم. ما اصلا مشکل داریم با خود بستن. ما چه بستنی داریم با آمریکایی‌ها ببندیم؟ چرا باید ببندیم با کشوری که با مردم خودش به غایت دارید میبینید چگونه مثل حیوان برخورد میکنه؟ چه برنامه‌ای داریم؟ مگه اونا میخوان مثلا هسته‌ایشون رو کنن که مثلا ما رو میکنیم؟ چه گفتگویی ما داریم با آمریکایی‌ها؟ اینا اون تکلیف ما باید روشن شه. ما حتی گفتگو و مذاکره با اقتدار هم قبول نداریم. چه مذاکره با اقتداری؟ توهین نفس این مذاکره توهینه. اگر آمریکایی اومد گفت آقا این هسته‌ای من بشین سرش مذاکره کنیم تو هم هسته‌ای تو، یه تازه اون موقع قابل تعامله. میتونیم تعامل کنیم بریم یا نریم. یعنی اصلا از اساس اون میگه هر چی من دارم، آمریکایی میگه من هر چی دارم به تو ربطی نداره، به تو ایران. ما میخوایم مذاکره کنیم بر سر داشته های تو. آقا خانم عقلیه، من نمیفهمم. خدای حرفای ما عجیبه، نمیفهمم. به خدا سرمو بکوبم به دیوار، موامو بکشم. برم با اجازهتون یه خورده اینجا فوتبال شروع شده، با اجازهتون بشینم یه فوتبال ببینم. اعصابم از دست این مذاکره طلبان یه خورده راحت شه. به خدا عصبی شدم، به خدا اینا عصبی شدم و من میترسم آخر تو این گوشه جهان از دست این خیانت‌های گسترده. اگه شنیدید فردا پس فردا امید سکته کرد مرد، اصلا نگران نشید، تعجب نکنید. واقعا دارن منو سکته میدن و میگن چرا امید نگران ناامیده. من ناامید نیستم ولی هشدار دارم میدم
و اگر جریان اصلاح طلب جلوی صحبتاشون از نظر اجرایی حداقل گرفته نشه و با این جریان تصفیه حساب نشه، سرانشون زندان نیفتن، ببینید پیشبینی‌های من هم دیدید دیگه، همش درست در اومده. اگر جلوی این جریان فکری لیبرال روحانی بازی و مذاکره بازی و اینا گرفته نشه، دیر یا زود خواهید دید تا کمتر از، من گفتم تا کمتر از 10 سال آمریکا نابود میشه. اگر جلوی این تیم روحانی گرفته نشه، ما جلوتر از آمریکا نابود میشیم. این خط، این نشون کار نظام کمتر از 10 سال، من پیش بینیامو که دیدید، اگر جریان روحانی گرفته نشه، حالا روحانی که الان انتخابات میشه یکی دیگه میاد بالا، جریان روحانی دارم میگم، جریان گفتمان تصدیق، اگر جلوی اینا از نظر اجرایی، نه از نظر صحبتی، از نظر صحبتی این عناصر سطح پایینشون تا میخوان حرف بزنن، ولی اگه جریان کلیتش گرفته نشه، دیر یا زود کار کلیت نظام خدشه‌دار میشه و خواهید دید که نظام جمهوری اسلامی از درون، من بتونم قبلا گفتم، براندازی از درون قومه، با تز زده، با تز آنتی انقلاب از درون خود قوم، با همون بچه مرتبیای تندرو فرقه شیرازی و غیره و با کمک لیبرال های داخلی کار نظام تموم میشه. تو این قضیه شک نکنید. سپاه پاسداران نگاه نکنید خیلی قویه، سپاه پاسداران دنیا رو حریفه، ولی از پشت اگر قرار باشه بهش ضربه بخوره، خنجر خورده بشه، هر چقدر هم قوی باشه، اصلا سپاه اون چیزی که شما میگید سپاه امام زمان، ما که عشق کوروش بزرگ و تاریخ ایران باستانی، ما میگیم گارد جاویدان، گارد جاویدان من یا سپاه امام زمان شما، اول و آخر اپوش اگر بهش خنجر بزنن کار تمومه. جمهوری اسلامی از درون متاسفانه جریان اصلاح طلب قدرت اینو داره کارشو تموم کنه. این هشدار منو عزیزان جدی بگیرن، یا میفهمیم یا نمیفهمیم. اگه میفهمیم بایستی بریم وارد گفتمان کودتا علیه اصلاح طلبا بشیم، اینا باید همه بازداشت بشن. آقای جواد ظریف، آقای روحانی، اصلا اینا نباید در قامت یک فرد سیاسی، اینا باید در لباس زندان دیده بشن. این سخنان هم تندروی نیست، خواهید دید این سخنان عین عقلانیته که دارم بیان میکنم، وگرنه حریف این جریان ما نمیشیم. اینا بلدن گفتمان، بلدن. گفتم بهتون ظریف و روحانی صدها نفر مثل ما رو گره میزنن توی حرف، اینا وقیحن، اینا آموزش دیدن. ذهنی که از توش در میاد که ما میگیم آقا شما رفتید مثلا بعد مذاکره کردید، یه آدم خوب بره مذاکره کنه، میگه آقا یه کشتیگیر اگر زمین بخوره دیگه مثلا میگه بازی نکن، نه تشویقش میکنی دوباره بازی کن. این از ذهن یک فراماسون در میاد. از من بپرسید که سال‌ها دارم چه کار میکنم. جریان روحانی در گفتمان جریانی آموزش دیده و کاربلد و اینها نظامو با گفتمان مثل موریانه، گفتمانشان مثل موریانه است، پایه های نظامو با مثل موریانه با این گفتمانی که ایجاد میکنن میخورن و نظام متاسفانه اگر با اینا تصفیه حساب جدی نکنه کارش تمامه. تمام این مشکلات هم اگر نگاه کنید، تمام این ترورها هم اگر نگاه کنید، به قول سردار نوعی اقدم درست گفت، البته این یکی رو که چیز گفت، یکی دیگه گفت الان حضور ذهن ندارم، درست گفت همش از سال 88 شروع شده. دقیقاً از فتنه 88 اینا جرأت پیدا کردن که دانشمندای ما رو بزنن و بخاطر که دو صدایی در ایران دیدن، شکاف در ایران دیدن. به هر حال دیگه بعد بریم در آینده ببینیم چی میشه، بالاخره روشن میشه نگرانی من به حق یا نه. میبینید از الان دارم میگم انتخابات 1400 دلتون خوش نباشه، با این شرایط، با این کاندیداهایی که من دارم میبینم، یک شکست سنگین برای جبهه اقتدارگرا و میهن پرست خواهد بود. اگر دست نجام من همه حرفا که میزنم ناامیدتون نمیکنم، فقط دارم میگم من هیچ وقت ناامید نمیشم تو زندگی. بچه‌مه من همین الان دو تا پامم از دست بدم ناامید نمیشم، برای فردای زندگیم برنامه میچینم. فقط دارم میگم هوشیار باشین که چیکار کنید. قربونتون برم، شب و روزگار خوش. پاینده ایران.